عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، وقتتون بخیر. در روز 17 آذر 1404 خورشیدی و 8 دسامبر 2025 میلادی به روال روزهای گذشته با نگاهی به مهمترین خبرهای مرتبط با ایران و منطقه در خدمت شما هستم. در ابتدا خواهش میکنم اگر دوستانی کانال رو سابسکرایب نکردن این کار رو انجام بدن و در معرفی کانال به دوستان و همفکران و آشنایان خودشون کوشا باشن. اگر این کار رو بکنید لطف کردید در حقیقت و به تعداد مخاطبان این برنامه اضافه کردید. خبر نخست این که جمهوری اسلامی و مقامات نظامی، سیاسی و امنیتیش با توجه به شرایطی که در اون گیر کردن، شرایط برزخی و به قول خامنه‌ای نه جنگ نه صلح، در مواجهه با افکار عمومی و مردم معدود هوادار جمهوری اسلامی دچار یک آشفتگی و پریشانی شدن. این خبر نخست رو به نقل از فرمانده جدید قرارگاه جنگی خاتم الانبیا نگاه کنید. ایشون امروز در مراسمی حاضر شده، ازش درباره جنگ سوال کردن. گفته که درباره جنگ به شایعات فضای مجازی پیرامون حمله اسرائیل به ایران توجه نکنید، جای نگرانی نیست، نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند. خب شما نگاه کنید این آشفتگی و وضعیت برزخی و دوگانه‌ای که عرض کردم در همین خبر کوتاه هم کاملا داره خودش رو نشون میده. اگر میگید به شایعات توجه نکنید، از اون طرف میگید چرا میگید نگران نباشید چون ما در آمادگی کامل به سر میبریم. یعنی اینکه احتمال جنگ وجود داره و مردم هم اگر سوالی کردن، همون معدود هوادارانتون، منظورشون اینه که آیا جنگ خواهد شد یا خیر. نگفتن آیا شما آماده اید یا خیر. اینه که همین چند جمله متناقض و کوتاه از فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا مؤید شرایط خاص و ویژه‌ایه که جمهوری اسلامی این روزها درش گرفتار شده. این هم یادآوری کنم و قطعا هم شما هم حضور ذهن دارید که در همون چند روز جنگ 12 روزه، خب در لحظات و ثانیه های اول جنگ فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا توسط اسرائیل کشته شد، غلامعلی رشید، و بعد از اون بود که علی شادمانی توسط خامنه‌ای به عنوان جانشین ایشون منصوب شد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شد و 4 روز بعد هم شادمانی در تهران توسط اسرائیل با یک وضعیت فاجعه باری کشته شد. اونجوری که خانواده ایشون، دختر ایشون بعداً اومدن و در تلویزیون توضیح دادن، شادمانی زخمی میشه، از مخفیگاهی که اسرائیل زده بیرون میاد و اسرائیلی‌ها در تهران ایشون رو تعقیب میکنن و دوباره مورد اصابت، مورد هدف قرار میدن و میکشن. این سومین فرمانده یعنی عبداللهی که این خبر رو از ایشون نقل کردم و این اظهار نظر کوتاه رو در مورد جنگ داشته، خب بعد از ماها به صورت کاملا به اصطلاح خودشون مخفیانه و سکرت ایشون رو منصوب کردن و نمیگفتن فرمانده جدید قرارگاه کیه، به زعم خودشون برای اینکه خب دشمن یعنی اسرائیل متوجه نشه. خب غافل از اینکه این مخفیکاری فقط مخفیکاری در برابر مردم ایرانه و خب اسرائیل که این همه احاطه داره بر فضای اطلاعاتی و امنیتی شما، میدونه که قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان اصلی ترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی چه کسی فرمانده شده. حالا اینکه مثلا چقدر این مسئله در حفظ امنیت فرماندهان اصولا کار میکنه و کاربرد داره، چیزی که باید اینها جواب بدن. آیا این تمهیدات باعث میشه جمهوری اسلامی در درگیری بعدی و در جنگ بعدی مسئول بمونه از مورد اصابت قرار گرفتن فرماندهانش توسط نیروهای اسرائیلی، توسط پهپادها یا توسط جنگنده ها یا حتی کماندوهای موسادی که در ایران بودن و بعداً در مستندها و گزارش‌هایی متوجه شدیم فقط بحث برون سپاری و استفاده از عوامل غیر اسرائیلی نبوده. اصولا خود کماندوهای موساد هم تیم‌های متعددی و پرشماری در داخل خاک ایران حاضر بودن و خیلی از کارها رو پیش از رسیدن جنگنده‌های اسرائیلی اینها انجام دادن. حالا در این اوضاع و در این شرایط
جمهوری اسلامی این صحبت رو به مردم کشور و به معدود هواداران خودش میگه که نه خبری از جنگ نیست و اینها شایعات فضای مجازی هست و اسرائیل میخواد با انتشار این شایعات ما رو در شرایط نه جنگ نه صلح قرار بده. و از اون طرف ما میبینیم که مقامات حکومت دستپاچه و با عجله و شتاب دارن به هر ریسمانی چنگ میزنن که جمهوری اسلامی رو در برابر جنگ بعدی با اسرائیل مقداری مقاومتر کنن، جوری بشه که دیگه مثل جنگ 12 روزه اون فضاحت به بار نیاد. در خبری که مرتبط با همین مسئله است، خب مقامات جمهوری اسلامی با مقامات نظامیشون در بلاروس، در پایتخت بلاروس به سر میبرن و به صورت فشرده راجع به بحث آموزش و دریافت یه سری تجهیزات دارن با مقامات بلاروس مذاکره میکنن. من قبلا این رو اشاره کرده بودم که انگار روسیه و پوتین خودش در حدی گرفتار مشکلات هست و یا اینکه میدونه یک جمهوری اسلامی بی پول هم خیلی الان نمیتونه مثلا کمک کنه به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم جبران کنه برای روسیه‌ای که خودش در باتلاق اوکراین گرفتار شده. در نتیجه ارجاع داده این حکومت رو و خامنه‌ای رو به نوچه خودش، یعنی بلاروس، یعنی جمهوری اسلامی با یک لول و سطح بسیار نازلتر و پایینتری از همون ورژن اصلی یعنی روسیه داره مذاکره میکنه و برای تجهیز خودش و جبران کاستی‌های ناشی از جنگ 12 روزه مجبور با نوچه پوتین، با یک کشور کوچیک، با یکی از اقمار روسیه در این زمینه مذاکره کنه. اما در خبر دیگه خب رسانه ها گزارشی که مبنی بر سفر عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جمهوری آذربایجان منتشر کردن دیدم خیلی پرداخته نشده، ولی برخی کانال ها رو دیدم اشاره کردن. عراقچی به باکو سفر کرده و در حالی که روابط جمهوری اسلامی و باکو بسیار متشنج بود و در زمان جنگ 12 روزه هم خب خیلی از مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کردند که خیلی از هواپیماها یا پهپادهای اسرائیلی از خاک آذربایجان، جمهوری آذربایجان بلند شدن و وارد ایران شدن. با این وجود جمهوری اسلامی تلاش میکنه که همچنان هم ولو با تحمل برخی تحقیرها کشورهای پیرامون رو تبدیل به دشمن خودش نکنه. یعنی موضع ضعفی که جمهوری اسلامی درش گرفتار شده ایجاب میکنه که این مسائل رو تحمل کنه. در این تصویری که میبینید در فرودگاه باکو، عباس عراقچی وزیر خارجه بزرگترین کشور منطقه یعنی ایران، تنها کسی که از جمهوری باکو به استقبالش اومده سفیر این جمهوری در تهرانه. یعنی حتی در سطح یک مدیر کل، یک معاون وزیر خارجه، حالا خود وزیر خارجه که نیومده، هیچ یک مدیر کل وزارت خارجه جمهوری آذربایجان هم از عراقچی استقبال نکرده. سفیرشون، یعنی سفیر جمهوری آذربایجان که در تهران هست، ایشون اومده فرودگاه. خب این واقعا خفتباره، واقعا تحقیریه که حتی فراتر از حکومت یعنی جمهوری اسلامی متوجه کلیت ایران هست و جمهوری اسلامی که خیلی ادعا داشت ناچار این کارها رو انجام بده. قبلا هم در برابر خواسته های علیف و جمهوری آذربایجان تن به یک خفت و خاری هایی داده، از جمله برکناری یکی دو امام جمعه به درخواست علیف، امام جمعه منسوب خامنه‌ای در ایران، بیاد و برکنار بشه چون حرفی زده در خطبه نماز جمعه که علیف در آذربایجان، علیف رئیس جمهور کشور نوظهور آذربایجان، در باکو به مذاقش خوش نیومده و گفته که مثلا اون رو برکنار کنید تا روابط ما شکراب نشه و اینا این کارو کردن. قرار هست عباس عراقچی غیر از این صحبتی که خدمتتون عرض کردم، ظاهرا قراره که از اونجا عباس عراقچی هم به بلاروس بره، همون جایی که عرض کردم تیم مذاکره کننده‌ای در سطح پایینتر برای دریافت آموزش و یه سری تجهیزات نظامی و دفاعی در اونجا به سر میبرن. و رسانه‌های جمهوری اسلامی از احتمال اینکه عباس عراقچی به روسیه هم بره صحبت کردن. این سفرها
که برنامه خاص و مشخص دیپلماتیک و سیاسی پشتش نیست، برخلاف اون صحبتایی که عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در خبر ابتدایی خدمتتون عرض کردم، در خبر قبلی که همه چیز گل و بلبل و به شایعات توجه نکنید، دوندگی های جمهوری اسلامی برای مهیا شدن و رفتن به سمت جنگ دوم، درگیری دوم با اسرائیل هست. خیلی مایل به این که این ابعادش رو باز کنیم، چون در روزهای گذشته این کار رو کردیم، ولی تمام این مسائلی که روی زمین هست، در منطقه هست، نشون میده که این رویارویی یک رویارویی جدی و قریب الوقوع هست و امریکا و دولت ترامپ هم نمیتونن مانع این مسئله بشن. ممکنه امریکا بیاد و تعدیل کنه، بیاد و یک صحبتایی رو بکنه، بیاد و دوباره به اسرائیل بگه که فرصت باید به دیپلماسی بدید، ولی البته همین هم بعیده، چون خود ترامپ و خود دولت امریکا تجربه کسب کردن که جمهوری اسلامی دیپلماسی براش یعنی وقت تلف کردن. در نتیجه به نظر من خیلی به پروپای نتانیاهو هم دیگه نخواهند پیچید. نهایتاً بحث و اختلاف نظر اونها بر سر سطح همکاری و کمک‌های امریکاست، اینکه امریکا در چه سطحی و چه میزان در کنار اسرائیل در جنگ دوم با جمهوری اسلامی بایسته و چه کمک‌هایی به اسرائیل بکنه یا این کمک‌ها رو از اسرائیل دریغ کنه. مسئله فقط اینه. و مرتبط با همین مسئله به خبر بعدی میریم، این که در 29 دسامبر آخر همین ماه، حدوداً 20 روز دیگه میشه، نتانیاهو برای بار پنجم در کاخ سفید مهمان ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و خب در آستانه سال نو میلادی هم هست. اولین دیدار اینها هم که حدوداً 1 سال قبل بود، علی‌رغم حرفایی که مقابل دوربین زدن و علی‌رغم این عتاب و خطاب‌های ترامپ نسبت به اسرائیل و نتانیاهو، ولی همه غافلگیر شدن، چون بعد از اون متوجه شدیم که همه اینها فیلم بازی کردن بوده و اینها تصمیم‌های بزرگی اتفاقاً با هم اتخاذ کردن که این تصمیم‌ها در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعد اثرش رو دیدیم. ما در همون زمان بود که متوجه شدیم مهلتی از طرف ترامپ برای دیپلماسی و در ارتباط با جمهوری اسلامی تعیین شده و بعداً در ماه‌های بعد هم دیدیم که وقتی اون مهلت منقضی شد، خیلی زمانی نگذشت و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد. و اینکه در این 1 سالی که از اولین دیدار اینها تا قرار الان 5مین دیدارشون برگزار بشه، خب چه اتفاقات بزرگی در منطقه، در خاورمیانه و در ارتباط با ایران و نیابتی هاش افتاده. اینا مسائلیه که باز هم چشمها رو متوجه کاخ سفید و نشست 1-2 هفته آینده ترامپ و نتانیاهو معطوف میکنه. باز قرار هست از دل این دیدار تاریخی چی در بیاد و چه تصمیمات و توافقاتی پشت پرده و در ارتباط با خاورمیانه و برای ما ایرانی‌ها در ارتباط با ایران اتخاذ خواهد شد. باید منتظر اون روزها باشیم و البته الان دیگه انقدر این مسائل و این تکه های پازل مشخص شده، به هم دیگه نزدیک شده که خیلی موضوع پیچیده ای نیست. فهمیدن سمت و سوی کلی و نهایی که در منطقه باید شاهدش باشیم، حداقل در ارتباط با اسرائیل و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی یک مسئله خیلی واضح و عریانه. بحث دیپلماسی کاملا در منطقه در حال شکست‌های متعددی خورده. شما جریان توافق آتشبس غزه رو نگاه کنید. حتی جالبه در پرانتز عرض کنم، همین ترامپی که فکر میکرد با مقداری بحث تعرفه و تهدید و تشویق و رجزخوانی تمام دنیا، گوش و کنار دنیا رو غرق صلح و آرامش و آتشبس میکنه، یکی از دستاوردهای دیگرش برقراری آتشبس و صلح بین کامبوج و تایلند بود. همین دیروز دوباره اینها با جنگنده و با توپ و تانک دوباره به جون هم افتادن. یعنی یکی از دستاوردها و چیزایی که ترامپ مثل کارهای دیگرش خیلی پوز میداد که من در چند نقطه 7 جنگ رو به خاتمه و به آتشبس رسوندن، خب یکی دیگرشون غیر از غزه و غیر از نمیدونم جاهای دیگه، غیر از روسیه و اوکراین، در کامبوج و تایلند هم دوباره بین این دو کشور
درگیری سنگینی به وجود اومد همین شب گذشته و هنوز هم ادامه داره. یا مثلا بین هند و پاکستان هم تنش‌ها جوریه که هر لحظه دوباره احتمال درگیر شدنشون هست. اینه که دیپلماسی در منطقه خاورمیانه بیشتر از جای دیگه اتفاقا شکست خورده، چون قدمی برای تحقق اون چیزی که ترامپ مطلوبش بود برداشته نشده. در موضوع نیروهای نیابتی عرض کردم تقریبا هیچ پیشرفتی حاصل نشده. این مسئله شاید دست نتانیاهو رو پر کرده برای اینکه در دیدار جدیدش با ترامپ همه اینها رو مقابل چشم ترامپ باز کنه و در نتیجه قول و قرارها و تعهدها و ساپورت‌های بیشتری از ترامپ دریافت کنه. عرض کردم باید دید که دقیقاً روزها و هفته‌های قبل از برگزاری این دیدار در صحنه سیاسی و در خاورمیانه و روی زمین چه اتفاقاتی رخ میده. بر مبنای اونها شاید بشه پیشبینی‌های بهتری کرد، مبنی بر اینکه دیدار این دو رهبر سیاسی و مؤثر بر سرنوشت خاورمیانه از توش چی در میاد. اما در خبرهای دیگه‌ای که خب باز مرتبط با منطقه است، بحث یکتاز شدن حکومت امارات متحده عربی چه در خاورمیانه و چه در افریقا، در سودان و در یمن، و بحث تند شدن ادبیاتش در ارتباط با جزایر ایرانی، خب یک تصاویری از یک کشوری ثروتمند که یک زمانی سرش پایین بود و فقط مشغول جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه و ترقی و برجسازی و اینجور چیزها بود و خیلی در صحنه بین المللی و منطقه‌ای بازیگر اکتیو و فعالی نبود. ولی این طبیعیه که یک کشوری که اینقدر پیشرفت کنه و ثروتمند بشه، بعد از مدتی مثل قطر این هم بره دنبال این که نقش آفرینی سیاسی هم به سایر کارها و برنامه‌هاش اضافه بشه و الان امارات با سرعت داره به این سمت حرکت میکنه. این به این شکل اگر حکومت ضعیف و غیر ملی در ایران به حیات خودش ادامه بده، خب طبیعتاً برای ما، برای ایرانی‌ها و منافع بلند مدت ما ایرانی‌ها یک پدیده خطرناکه. بالاخره بالانس قدرت به هم میخوره، بازیگرها و رقبا بیشتر میشن و مخصوصا این ادعاهای سرزمینی و ارضی هم که نسبت به جزایر ایرانی دارن، نسبت به نام خلیج فارس دارن و در واکنش و انتقام از اقدامات جمهوری اسلامی خب ممکنه تحرکاتی رو در گوشه و کنار کشور و در داخل کشور انجام بدن. خب همه اینا ما رو نگران میکنه و البته اگر جمهوری اسلامی سریعتر شرش از سر ایران کم بشه، میشه این مسئله رو کنترل و مهار کرد، میشه جلوی آسیب‌هاش رو گرفت. اما این مسئله من دیدم در شبکه‌های اجتماعی باعث شده که یک مطالب قدیمی رو مربوط به این که ما چه کشوری داشتیم، چه حکومتی داشتیم و چه بر سر ایران اومد، در شبکه‌های اجتماعی اینا رو دامن زده. به این تصویر از روزنامه‌های قبل از انقلاب نگاه کنید. در حالی که حاکم امارات، شیخ امارات به ایران اومده بوده، خب به نقل از خاطرات و به نقل از آرشیو روزنامه‌ها، چه روزنامه‌های ایرانی، چه رسانه‌های ایرانی و چه غیر ایرانی اون زمان، خب کاملا مشخص بوده که انگار یک گماشته، یک حاکم ضعیف گماشته اومده و به کشوری سفر کرده که خب مثلا اون کشور ارباب بزرگ یا مثلا حافظ امنیت اونها بوده. در یادداشت‌های اسدالله اعلم هم میخونیم که این زمانی که حاکم امارات به تهران اومده و برای صرف ناهار اینا دور هم جمع میشن و به صورت خصوصی صحبت‌هایی با شاه مطرح میکنه حاکم امارات. بعد از ناهار بوده که این اسدالله اعلم از شاه میپرسه که شیخ راشد آل مکتوم چجور آدمی بوده. شاه در جواب اعلم میگه که این شخص نسبت به دیگر عرب‌ها بسیار روشنفکر و مترقی‌تر است، به زبان انگلیسی کاملا مسلطه و از ما در راه پیشرفت دبی درخواست کمک کرده تا دبی هم مثل کشور ما آباد بشه. شاه به علم میگه که حتی شیخ امارات درخواست کرده که امنیت اونها رو هم ما بر عهده بگیریم. خب این مثلا نه شعار نه خالی بندی به اصطلاح. ما میدونیم که قبل از انقلاب
خود امریکایی ها به حکومت ایران و به شاه لقب ژاندارم منطقه داده بودند و اون رو جزیره ثبات میدونستن. و الان نگاه کنید همین کشور کوچیکی که اومده و چطور با شاه برخورد کرده و چه درخواستایی داشته، خب به کجا رسیده از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی و نظامی هم. اگر به همین منوال پیش بره اصولا جمهوری اسلامی در برابر امارات هم ضعیف میشه، در برابر امارات هم نمیتونه کاری از پیش ببره و مجبور به امارات هم باج بده. شما کافی یک نیروی هوایی مجهز و پیشرفته و آموزش دیده، حالا مجهز به مثلا F-35 در نظر بگیرید، خب جمهوری اسلامی اینجا دستش خالی میشه. هرچند یک محدودیت‌های ژئوپلیتیکی این کشورهای کوچیک دارن که اینها قابل انکار نیست و همیشه گریبانگیر اینهاست و همیشه اینها رو وادار میکنه که احتیاط‌آمیز رفتار کنند. خوشبختانه ما به لحاظ سرزمینی و ژئوپلیتیک مزیت‌ها و برتری‌هایی داریم که خرابکاری‌های مداوم جمهوری اسلامی هم باعث نشده که اون قدرت بالقوه ایران در منطقه از بین بره یا کاهش پیدا کنه. هر چقدر به لحاظ نظامی لوجستیکی ما ضعیف بشیم، مزیت‌هایی داریم، جمعیت، پهناوری کشورمون، شرایط اقلیمیمون و این مسائل مقداری آدم رو امیدوارتر میکنه که اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه و شرش از سر ایران کم بشه، ما به سرعت بتونیم جایگاه گذشته خودمون در منطقه رو دوباره به دست بیاریم. و در یک خبر داخلی دیگه مربوط به درگیری ها و دعواهای جناحهای جمهوری اسلامی که برای مردم واقعا اهمیت نداره، برای تحلیلگرها هم اون جایی که پای تحرکات برخی جناحها برای پوستاندازی، برای اینکه قاپ کشورهای غربی، سیاستمداران غربی رو بدزدن و خودشون رو آلترناتیو مطرح کنن، یا در بحث جانشینی خامنه ای اینها ممکنه وعده هایی به غربی ها بدن. ما باید وارد این موضوعات بشیم، باید اینها رو قبل از اینکه کارشون جدی بشه، وقتی در صحنه عمومی در رسانه ها مطرح بشه، پلنشون به اصطلاح راحت‌تر میسوزه، راحت‌تر مردم واکنش نشون میدن و این واکنش ها منتقل میشه به اون طرفای دیگه‌ای که اینا دارن براشون خوشرقصی میکنن. غیر از این مسائل کلان و کلیدی، بنده این مسئله رو با خیلی از شما دوستان عزیز مخاطبا همراستا هستم، توافق دارم که اصلا پرداختن به درگیری‌های جناحی و داخلی جمهوری اسلامی محلی از اعراب نداره. ولی خیلی جالبه که عمق به اصطلاح پدرسوختگی، من مجبورم از این واژه استفاده کنم، عمق پدرسوختگی اینها رو نشون میده. ما بعضی وقتا فکر میکردیم مثلا اینهایی که خیلی ادعای تقوا و ساده زیستی دارن، خب واقعا اینجوری هن، ولی خب اون تقوا و ساده زیستی برای آخرت خودشون خوبه، اون چیزی که بهش باور دارن. به من شهروند چه ارتباطی داره که طرف مثلا تو خونهش چی میخوره، چه لباسی میپوشه، چقدر هزینه و مخارج بچه هاشه، اینا به خودش و برای خودش بالاخره مهم باید باشه. من مدیریت از یک حاکم، از یک سیاستمدار میخوام و اینکه کشور رو در مسیر پیشرفت و توسعه بندازه. ولی جالب اینجاست که همون تقوا و ساده زیستی و این کارهایی هم که خیلی هم برای مردم نداشته، همون هم سران جمهوری اسلامی حتی در این دوره بعد از گذشت 40-50 سال باز تو اونها هم دارن تقلب و دورویی و فیلم بازی کردن در کارشون هست و در کارشون خواهد بود. یعنی همیشه بوده. ما قبلا چقدر خبرهایی داشتیم که فلانی ساده زیست بوده ولی چیزایی ازش کشف شده، بچه‌هاش کجا زندگی میکنن، ثروتش کجاست و ظاهرش فقط ساده زیست بوده. الان مثلا این سعید جلیلی که خیلی مثلا همیشه کاندیداست و انقدر این به اصطلاح خرفت هستن این طیف و این جریان که خود خامنه ای هم جرئت نمیکنه زمام امور مملکت رو و حکومت خودش رو دست اینها بده. اینا دیگه خیلی نادانن و خیلی زود باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشن. یک کسانی که یک کم عقل دارن، یک کم زبان بین المللی رو بلدن، مثل همین اصلاح طلبا، گاهی اینا رو بیارم بهتر ماله میکشن، بهتر ممکنه مثلا اقتصاد رو حداقل جلوی سرعت سقوطش رو بگیرن.
ولی جالب اینجاست که این حتی خامنه‌ای هم با اینها چیز نیست، یعنی انقدر اینها تندروان، افراطیان و انقدر اینها تفکر تباهی دارن. حالا تنها مزیتشون چی بود؟ اینکه ما ساده زیست هستیم، ما مثل شهید رجایی هستیم. حالا شهید رجایی چه گلی به سر مملکت زد بماند. جالب اینجاست که در مورد ماشینش، این با یه خودرو پراید که نه تیبا رفت آمد میکنه و سفر استانی هم میره، همین جلیلی. حالا تو چه کاره ای که میری به این ور به اون ور به کشاورزی سر میزنی، با مردم دیدار میکنی؟ با یه خودروی تیبا به اصطلاح یا پراید. حالا پراید و تیبا ظاهرا از یه خانوادن، من خیلی تخصصی در این زمینه ندارم. و جالبه که نماینده های مجلس حتی از طیف خیلی اصولگرا هم دیگه از این کارهای جلیلی حالشون به هم خورده و اومدن دربارش افشاگری کردن که اون خودروی تیبا اندازه یه بنز ضد گلوله خرجش کرده حکومت که ضد گلوله بشه، فقط ظاهرش تیباست. این حرفای حزب‌الله میزدن تو کله ما، گلنور رو آقای جلیلی پراید سوار میشه. اصلا اون چیزی که بچه‌های حزب‌الله میزدن تو کله ما این بود که آقای جلیلی پراید سوار میشه، قالیباف فلان مسئول فلان. پراید آقای جلیلی هزینه‌ای که براش شده که ضد گلوله‌اش کنن، والا بلا اگر ما یه ماشین ضد گلوله بنز می‌خریدیم شاید هزینه‌اش اون قدر بود. همینم خوب میدونم من که همین پیامی که میده به مردم، این پیام آقا مسئولین میشود پرایدم سوارشن، این ارزش من نفهم ولو که از این هم داشته باشه. و یه وقت هست ما واقعا پرایدی که پرایده سوارش میشیم، یه وقت پرایدی که اندازه ماشین ضد گلوله خرج چون. بله، اینم از افشاگری یک اصولگرا علیه اصولگرای دیگه و اینکه ذات سران جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلفشون فرقی هم نمی‌کنه به چه شکلی است و چه جوری هست، چه جور آدمایی هستن اینا. و یک خبر آخری که خب سالگرد 1 سال از سقوط بشار اسد گذشت و این ابو محمد جولانی که بعداً احمد شرع نامگذاری کرد خودش رو و رئیس جمهور دوران موقت سوریه است، امروز در همون مسجد اموی، مسجد بنی امیه در دمشق که در روز فروپاشی حکومت بشار اسد رفت اونجا و سخنرانی کرد، در اونجا حاضر شده و هوادارانش اومدن و یک جشن بزرگی هم در کشور برگزار شده. تمام شواهد نشان دهنده اینه که هم خود این جولانی و هم دستگاه حاکمه موقت بر سوریه با کمک ترک‌ها، با کمک دولت ترکیه دنبال اینه که هم اسلامگرا باشه، یعنی اون ماهیت و رگ و ریشه‌های خودش رو فراموش نکنه، و هم این که بره به سمت این که مدرن باشه، امروزی باشه، روابط رو با کشورهای دیگه ترمیم کنه، در سیاست خارجی خیلی ایدئولوژیک نباشه و تقریبا مدل کوچکتر حکومت اخوانی اردوغان در ترکیه بشه. این مسئله طبیعتا سوریه رو خیلی جلو میندازه، حداقل به لحاظ اقتصادی، لغو تحریم‌های بین المللی که تا حالا خیلی هم شده، اینکه جولانی با تقریبا تمام سران قدرتمند دنیا از ترامپ بگیر تا نمیدونم رئیس جمهور فرانسه بگیر تا جاهای دیگه رفته و مذاکره کرده، حتی با پوتین در روسیه، پوتینی که در کنار جمهوری اسلامی جز متحدین بشار اسد بود. ببینید مثلا در این شرایط هم باز منافع اونها از بین نرفت و قرار احتمالاً پایگاه‌هایی هم در شهرهای لاذقیه و طرطوس به روس‌ها بده. ولی جمهوری اسلامی رو الان دارن در مجامع بین المللی شکایت میکنن که ما 300 میلیارد دلار باید از جمهوری اسلامی خسارت بگیریم برای کارهایی که در سوریه کرده. یعنی این هم همیشه نتیجه کارهای جمهوری اسلامی، غیر از اون همه پولی که خرج کرد، حالا اینکه از خودشون چقدر در سوریه کشته شد بماند، ولی بعید نیست که غرامت سنگینی هم بابت سوریه بر ما تحمیل بشه. اما این رو هم بگم به خاطر همین منطقه، همین گسل‌های قومی مذهبی، کاملا 100% نمیشه گفت که بله دیگه سوریه شد یه سوریه کشور خیلی پیشرفته مثل عرب‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و تمام مشکلاتش یه شبه حل شد. نه، عرض کردم این مسائل تاریخی، بحث کردها که همچنان بخش عمده‌ای از قلمرو سوریه در اختیارشونه و
ادغام یا عدم ادغامشون رو هواست، مثلا جاهای دیگه، مثل کشورهای دیگه، مثل لبنان، مثل عراق، مثل یمن. و این موضوع اگر درست حل نشه ممکنه سوریه رو دوباره به هم بریزه. البته ترکیه هم با قوای مسلحش بالا سرشونه که اگر بخوان مثلا وارد فاز نظامی بشن در کنار دولت جولانی بیاد و کردها رو سرکوب کنه، ولی تا کی قراره اینا میتونن سرکوب کنن؟ این مسئله حل نشده. بحث بی‌اعتمادی اسرائیل به حکومت جدید، این که چون متحد اردوغانه، اسرائیلی‌ها اعتقاد دارن اینا به لحاظ فکری و ایدئولوژی از جمهوری اسلامی برای اسرائیل خطرناکترن. در نتیجه یک مرز حائل، منطقه حائل در سوریه رو گرفته و بحث دوروزی‌های سوریه رو هم اسرائیل رها نمی‌کنه. میگه اینا اگر من رهاشون کنم توسط اسلامگرایان ممکنه قتل عام بشن، مورد تبعیض قرار بگیرن، ولی در حقیقت میخواد یک منطقه حائل و متحد خودش رو در مرز خودش و در قلب داخل خاک سوریه برای خودش داشته باشه. بیشتر نگاه امنیتیه. با وجود این مسائل اگر همین سطح پختگی و اینکه عجولانه رفتار نکردن، اینکه صبور بودن و با متانت کم کم اعتماد جلب کردن که ما در جولانی دیدیم پیش بره، به نظر میرسه که سوریه از اون پیچ و خمهای خیلی بدی که دهه‌ها گرفتارش بود و جمهوری اسلامی هم نقش پررنگی در این بدبختی‌ها و فلاکت‌ها داشت، کم کم خودش رو رها کنه و کم کم بازسازی کشور و افتادنش در ریل توسعه و ترقی و پیشرفت رو شاهد باشه. باید ببینیم این موضوعات کلان رو با ترکیه، با اسرائیل و با کردها چطور حل میکنه. الان دولت ترکیه به عنوان حامی اصلی حکومت جدید سوریه حتی بدش نمیاد برای دهنکجی به اسرائیل و اینکه اسرائیل منزوی بشه، اینکه اسرائیل هر کاری میخواد در منطقه انجام بده موفق نشه. دولت ترکیه اردوغان بدش نمیاد که حتی با جمهوری اسلامی هم همکاری کنه و حتی بره به سمتی که جمهوری اسلامی رو هم با این دولت فعلی آشتی بده. ولی شکاف‌ها و اون زخم‌های تاریخی به قدری عمیقی که به نظر من در کوتاه مدت ما نباید منتظر چنین پدیده‌ای باشیم. جمهوری اسلامی حتی اون استراتژیستای اصلیش بعدشون نمیاد برای اینکه منطقه آروم نشه و نوبت به جمهوری اسلامی نرسه و همچنان آشوب باشه، از ابزارها و امکاناتشون برای اینکه در سوریه هم باز بلبشویی را بندازن استفاده کنن. ولی فعلا چون میدونن اسرائیل در کمینه و میدونن که ترکیه و کشورهای دیگه تحرکات جمهوری اسلامی رو زیر نظر دارن، در نتیجه الان احتیاط میکنن و دست از چنین اقداماتی به صورت موقت برداشتن. ممنونم دوستان عزیز از اینکه حوصله به خرج دادید. در هر کجای جهان که هستید شاد و تندرست باشید.